سلام، عبدالله اشرف هستم و با اخبار امروز چهارشنبه 25 ایون همراه شما. مجلس نمایندگان تاجیکستان سازشنامه همکاری با پیمان ناتو را تصویب کرد که سال 2004 دو طرف به امضا رساندند. ستار خلاف معاون رئیس کمیته دفاع و امنیتی مجلس نمایندگان روز 25 ایون ضمن معرفی سازشنامه گفت که این سند همکاری‌های تاجیکستان و پیمان نظامی اتلانتیک شمالی را تنظیم می‌کند. حاضر که اکنون شما میدونید که سال 2014 هم نیروهای و فوج‌های سازمان عهدنامه اتلانتیک شمالی از ریسپوبلیک اسلامی افغانستان یعنی برآمده میروند. از سوی جمهوری توسعه موقع شرطنامه مذکور آنها میتوانند که با از روی استفاده راههای هم هوایی هم اتومبیل از جمهوری توسعه عبور. در عوض این کمک کشورهای عضو ناتو برای مسلح و مجهز کردن ارتش تاجیکستان و پاسبانی مرز با افغانستان کمک میکنند. مقامات تاجیکستان میگویند که از ماه آینده قیمت نیروی برق 15% بالا برده می شود. در این باره جمال الدین نورعلیف معاون اول وزیر مالیه تاجیکستان روز 25 ایون در نشست مجلس نمایندگان خبر داد. این زمان در تاجیکستان اهالی برای هر کیلووات ساعت نیروی برق 11 درم پرداخت میکند و سر از ماه ایول این قیمت به بیشتر از 12.5 درم میرسد. مقامات تاجیکستان میگویند قیمت نیروی برق در کشور پست است و پولی که جمع می شود برای نگاهوبین و تأمین کار درست نیروگاه و شبکه‌های برقی کفایت نمی کند. در شهر دوشنبه همایشی تاجیکانی برون مرزی تحت عنوان جلب اتحادیه‌ها برای رشد کشور به پایان رسید. در این همایش صاحبکاران تاجیک خارج کشور، رهبران اتحادیه‌های تاجیکان شرکت کردند. در این نشست مقامات رسمی از صاحبکاران تاجیک خواستند در رشد و انکشاف اقتصادی تاجیکستان سهم گیرند. با وجود آنکه صاحبکاران موفق تاجیک در خارج از کشور به خصوص روسیه زیادند، اما از ترس آنکه سرمایه‌شان در تاجیکستان برباد می رود به کشور نمی آیند. مثلا شخصا من از خود شهر سنت پترزبورگ برادرای گفته بودم فرستاده بودن. یک چند واگونی که اومد به اینجا قریب چند ماه و سال و طول کشید، بعد پولشون از اینجا برنگشت و بسیار مشکلی ها که شد اونا قطع کردن کارشون. این بسیار دایبار این یک مون نیستیم. دیگر هم هستن که مشکلی میارن و اون تاجرانی که از خود تاجیکستان هستن مثلا به خطای میرن، به ترکیه میرن، برای اونا آزاد است. اما مقامات رسمی در این نشست گفتند که تمام شرایط و امکانات برای هموطنان خارجی فراهم شده است و سفارت‌ها نیز برای تأمین رعایت حقوق آنها کمک میکنند. اخبار از این هم بیشتر با عکس و ویدیوهای دیگر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و همزمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.